بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله درسي خود را ادامه میدیم. این درسی پنجم هست ان شاء الله. فصل ينقسم الصوم الى 6 اقسام. کوشش میکنم در درس امروز 3 صحیفه رو پر کنم، اما من همه وقت نیت میکنم، اما از هدفم زیادتر بیشتر هم گپ میزنم و هم شرح میدیم. برای همین کوشش میکنم که در 5-10 دقیقه این صحیفه یکم رو به انتها رسانم و اگر به انتها رسانیده توانستم سپس 2 صحیفه دیگر میکنیم. مؤلف میگوید ینقسم الصوم الى 6 اقسام، که روزه به 6 اقسام یا قسم ها تقسیم می شود. فرض، خب من اینها رو شرح نمیدهم، اینها رو تنها یعنی ترجمه نمی کنم، شرح میدهم. فرض و واجب و مسنون و مندوب و نفل و مکروه. خب خودش شرح میدهد، برای همین با شرح مؤلف پیش میرویم. میگوید که اما الفرض، خب من اینجا برای شما خط کشیدن میگیرم تا اینکه همش واضح باشد. اولا فرض، سپس واجب، سپس مسنون، مندوب و بعدا نفل و در آخر مکروه. خب این شد 6 اقسام. میگوید تا جایی که فرض می باشد فهو صوم رمضان اداء و قضاء. روزه فرضی آن است روزه رمضان، از جهت هم ادا کردن و قضا کردن. من به شما ادا و قضا رو فهمونده بودم. و صوم الکفارات، و روزه های کفارات یا کفاره و کفارات این جمعش می شود. و المنذور فی الاظهر، و روزه نظر و روزه نظر. خب کفارات چیست؟ روزه رمضان به شما فهمه هست، اما کفارات که جمعی کفارتون می باشد چیست؟ یعنی روزه‌ای که برای اصلاح خطای معین لازم می شود، مثل کسی که روزه رمضان رو قصداً بشکند، در این حالت باید کفاره ادا کند. تفصیلات این هم زیاد هست، در این حالا نمی رویم. اما اگر روزه رمضان باشد، روزه کفاره باشد یا روزه نظر باشد، نظر، خب منظور یعنی روزه نظری باشد، نظری معین، در این حالت روزه فرض حساب می شود. و نظری معین یعنی کسی وعده کند که در روزی معین برای الله سبحانه و تعالی روزه می گیرد. مثلا بگوید که اگر فلان هدفم و فلان مرادم برسم، برای رضایت الله سبحانه و تعالی من روزه میگیرم، گویا که وعده میکند. این رو گفته میشود نظر. و نظر هم معین می باشد و هم غیر معین. اگر خودی انسان یعنی خودی شخصی که روزه میگیرد یا وعده کننده هست، اگر روزی را تعیین و معین کند، پس وعدش یا نظرش نظری معین حساب می شود. اما اگر روزی رو معین نکند، نگوید که در فلان روز یا در فلان تاریخ من روزه میگیرم، پس نظرش نامعین میماند. یعنی هر وقتی که خواهد میتواند که نظر خود را پورا کند. به هر حال همین نظر پورا کردن نظر خود فرض حساب می شود. و اما الواجب فهو قضاء ما افسده من نفل. روزه واجب کدام هست؟ قضا کردنی روزه نفلی که فاسد کرده باشد. مثلا اگر کسی روزه نفلی آغاز کند، سپس در مابین روزش آن را بشکند، در این حالت باید این روزش را قضا کند، یعنی قضا کردن این روزه واجب می شود. سپس و اما المسنون فهو صوم عاشوراء مع التاسع. روزه مسنون یعنی روزه‌ای که سنت حساب می شود، این روزه عاشورا هست، روز عاشورا و همراه کردن روزی نهم. خب چون که عاشورا روز دهم محرم می باشد، پس نهم را با او همراه کردن. خب یعنی نهم و دهم محرم تا اینکه مخالفت اهل کتاب شود. برای همین است که ما نهم را همراه میکنیم. خب در اینجا تفصیلات زیاد هست، اما من داخل نمیشوم، چون که علما در اینجا اختلاف میکنند. بعضی ها میگویند که خود روزه عاشورا چی هست؟ سنت هست، اما نهم روزی که ما همراه میکنیم این سنت نیست، چون که پیامبر صلی الله علیه و سلم حتی که نیت کرد که در سال آینده نهم را همراه میکند، اما در اصل یعنی موقع نداشت یا موقع برایش نشد، چون که پیش از آن فوت کرد، از دنیا گذشت. پس خودی پیامبر صلی الله علیه و سلم هیچ وقت
نهم را همراه یعنی همراه نکرده بود، تنها نیتی همراه کردنی روز نهم را کرد. و از این رو چون که خودی پیامبر صلی الله علیه و آله به همان نیتش عمل نکرد، علما میگویند که تا وقتی که پیامبر صلی الله علیه و آله عمل را نکند سنت حساب نمیشود. اما دیگر علما میگویند که نه، این هدف نداشتن یا بخشش موقع نداشتن این یک مسئله دیگر هست. اما پیامبر صلی الله علیه و آله یعنی نیت خود را و قصد خود را چی کرد؟ یعنی روشن ساخت به مردم که سال آینده روز نهم را با روز دهم همراه میکند، پس این سنت هست. علمایی که میگویند که این سنت نیست میگویند که نه، این تنها مندوب هست. خب یعنی این اختلاف وجود دارد، من از این آگاه هستم و برای شاگردان حالا به این تفصیلات داخل نمیشوم. من بعضا باید به بعضی مسئله ها اشاره کنم تا اینکه کسانی که این درس ها را برای نیت های نادرست گوش میکنند یا برای پیدا کردن خطاها یا نقصها گوش میکنند، آنها بفهمند که من این مسئله از این مسئله ها و از این نقطه ها یعنی آگاه هستم. الحمدلله تنها برای شاگردان حالا این وقتی در آمدن به این مسائل نیست. خب اما اگر کسی این را همچون سنت بگیرد، یعنی برای این دلیل و برای این سند و اساس هست و میتوانند که بر این عمل کنند. و اگر سنت هم حساب نکنیم، مندوب حساب کنیم، پس این هم یک عملی نیک و یک عملی ثواب آور حساب می شود. و اما المندوب فهو صوم 3 من كل شهر. روزه مندوب یعنی پسندیده 3 روزی هر ماه حساب می شود. و یندب کونها، و مندوب هست که این 3 روز را، کدام 3 روز را بگیریم؟ الایام البیض، روزهای بید یعنی روزهای سفید باید باشد. یعنی روزهای سفید این لقبی یا نامی همین روزها هست. روز وهی 13 و 14 و 15 و این 3 روزها روزهای 13، 14 و 15 حساب می شود. و صوم یوم الاثنین و الخمیس، و روزه و این چنین یعنی بغیر از الایام البیض دوم روزی که مندوب حساب می شود این صوم یوم الاثنین و الخمیس است، یعنی روزی دوشنبه و روزی دوشنبه و پنجشنبه. و سوم صوم 6 من شوال، 6 روزی ماه شوال. ثم قیل، سپس گفته می شود یا گفته شد الافضل وصلها، یعنی این قسمت این جمله معترضه یا این توضیحی که در مابین می آید این در مورد همین صوم 6 من شوال می باشد. روزه های ماه شوال در این اختلاف هست بین علما از جهت دلیل که آیا این روزه ها را وصل کردن یعنی پی در پی گرفتن آیا اینش مندوب هست یا اینکه تفریق مندوب هست، پسندیده تر هست. کدامی از این دوتا؟ عفوا لا بأس سقطتی لا بأس. مدرس ماما انتظریم. خب عذر زیاد در باره این میگفتیم که آیا 6 روزی شوال را پیوسته یا اینکه جداگانه گرفتن کدامش پسندیده تر هست. چطوری که گفتم هر دوی قول در این مسئله وجود دارد. پس برای همین است که مؤلف میگوید الافضل قیل، میگوید یعنی قیل این جمله صیغه تمریز گفته می شود، یعنی صیغه هست که به یا اینکه ضعیف بودن قول اشاره میکند یا تنها به جهل، یعنی که نمیدانیم که این قول رو کی گفته است. اما یکی از علما این قول رو گفتند، این قول رو گفته است که بهتر پی در پی گرفتن 6 روز شوال می باشد. و قیل تفریقها، و این چنین قول وجود دارد که در بین این روزه ها تفریق یعنی جدا کردن بهتر هست. وكل صوم ثبت طلبه والوعد عليه بالسنة كصوم داود عليه السلام وهو أفضل الصيام وأحبه إلى الله تعالى. و سپس در آخر چی میگوید هر روزه‌ای که ترغیب و وعده ثوابش در سنت یعنی در احادیث آمده است. خب کصومی مثل روزه داود علیه السلام، یعنی هر روزه‌ای که در احادیث در سنت با آن ترغیب آمده است و ثوابش ذکر شده است آنها نیز مندوب حساب می شوند. خب اما البته در روزهای کراهت نباشد، چون که این بعد در مندوب داخل می شود. اگر در روزی کراهت یا با یگان طریقه مکروه باشد البته این روزه مندوب حساب نمی شود و نفل هم حساب نمی شود. خب اما در اینجا روزه پسندیده روزه داود علیه السلام رو همچون مثال می آورد، یعنی یک روز روزه گرفتن و یک روز افطار کردن. این در حدیث چون که آمده است این بهترین روزه یعنی نفل حساب می شود. و اکنون
بعد از این نفل رو ذکر میکند. و اما النفل فهو ما سوى ذلك مما لم تثبت کراهته. اکنون هر روز، هر گونه، هر نوعی روزه‌ای که در احادیث یعنی ذکر نشده باشد و این چنین در روزهای مکروه نباشد، آنها را روزه نفل میگوییم. یعنی فرق بین روزه مندوب خب و نفل چی شد؟ اگر همان نوعی روزه در حدیث ذکر شده باشد، آن را ما مندوب میگوییم. اما اگر ذکر آن روزه مثلا همین خیلی در یک روزی عادی، در یک ماهی عادی، در یک روزی عادی اگر کسی خواهد که روزه بگیرد، این روزه نفل حساب می شود. اما اگر روزش یا طریقه یا نوعی روزش در حدیث ذکر شده باشد که پیامبر صلی الله علیه و آله برای آن ترغیب داده باشد یا اینکه تشویق کرده باشد، در این حالت روزه مندوب گفته می شود. خب و مندوب و مستحب مترادفند، در این حالت مترادفند در این حالت. خب و البته اگر پیامبر صلی الله علیه و آله خودش آن روزه رو گرفته باشد، در این حالت روزه سنت حساب می شود. خب و البته در این نقطه ها کم ترک یعنی اختلاف هم وجود دارد. مثلا بعض این نوع روزه ها رو بعضی علما سنت میگویند، چون که پیامبر صلی الله علیه و خودش یعنی روزه میگرفت و مانند روز دوشنبه و روز پنجشنبه. اما در این تفصیلات چطوری که گفتم حالا داخل نمیشویم. و حتی اگر الحمدلله حتی اگر این اختلافات هم وجود داشته باشد، یعنی از جهت فقهی فرق کم هست. روزه اگر سنت گفته شود یا اینکه مستحب گفته شود، هدفی یعنی عبادت کردن یا هدف ما این لقب ها و این نام ها نیست. هدفمون همین هست که ما کوشش کنیم که بر این نوع روزه ها عمل کنیم و بفهمیم که این نوع روزه گرفتن با ما ثواب می آورد. یعنی در اینجا میگوید که فهو ما سوى ذلك مما لم تثبت کراهته، یعنی روزه نفلی تمام آن روزها رو گفته می شود که بغیر از این روزه های دیگری ذکر شده می باشد. مثلا اگر فرض، واجب، مسنون یعنی روزه سنت، روزه مندوب یا مستحب نباشد، دیگر روزها باشد یک روزه عادی که در دیگر روز گرفته می شود، اگر این گونه روزه باشد این روزه نفل گفته می شود، با یک شرطی که کراهتش یعنی مکروه بودنی آن روز یا مکروه بودنی آن گونه روزه گرفتن، آن نوعی روزه یعنی مکروه بودنش ثابت نشده باشد. و چگونه ثابت می شود یا کدام روزه ها یا روزها کراهت دارد برای روزه گرفتن، در این نقطه بعدی می آید. می گوید و اما المکروه فهو قسمان، تا جایی که روزه های مکروه، روزه هایی که مکروه حساب می شوند، ناپسندیده حساب می شوند، دو نوع دارد. اولا مکروه تنزیها و مکروه تحریما، مکروه تنزیهی و مکروه تحریمی. تمام این اصطلاحات را من به شما در درس یکم فقه فهمانده بودم که مکروه تحریمی تنزیهی چی معنا دارد. یعنی تمام این اصطلاحات به دلایل شرعی برمیگردد که بعضا وقتی که دلیل قوی تر می باشد یا در دلیل امر یا اینکه از جانب پیامبر صلی الله علیه و آله امری به حد قوی اگر باشد، حکم یا یعنی حکم برای وجوب ثابت می شود یا اینکه آن حکم را واجب می گوییم، چون که به حد یک امری شدید صادر شده است از پیامبر صلی الله علیه و آله. اگر یگان عمل یعنی امر کرده نشود، تنها به اختیاری عمل کننده گذاشته شود یا اینکه پیامبر صلی الله علیه و آله تنها ترغیب بدهد و غیره، پس از این گونه دلیل ها ما می توانیم که مثلا عمل را همچون مستحب یا مندوب ثابت کنیم. اگر خودی عملی پیامبر صلی الله علیه و آله بود، پیامبر صلی الله علیه و آله با مداومت یگان عملی را انجام میداد، پس این را ما میگوییم سنت پیامبر صلی الله علیه و آله. و اگر به یادتان باشد، بعضی علما بین این مندوب و مستحب و نفل فرق میکنند. میگویند که اگر ترک پیامبر صلی الله علیه و آله به آن عمل یا به آن عادت و عمل کردنش اگر برابر باشد، این گونه نام میگذاریم، مثلا میگوییم که مستحب هست. اگر ترک کردن آن عمل از پیامبر صلی الله علیه و آله زیادتر باشد، یعنی که عموما نمیکرد، تنها بعضا کردگی هست در زندگیش، پس بعضی ها این را یعنی این را مندوب میگویند. و این گونه بین مندوب و مستحب و نفل فرق میکنند علما و به تفصیلات این اصطلاحات من علاقه رفتگی هستم. و این چنین من برای شما فهماندگی بودم که مکروه تنزیهی وقتی که از جهت دلیل سبکتر هست با نکردن عمل یا نکردن کار یا عادت یا به خلاف یک چیز، اگر یک وعید باشد
مثلا ممانعت باشد، اما ممانعت سبکتر باشد، یعنی نکنید بهتر هست، ترک این بهتر هست، یا من به شما مصلحت میدهم که این عمل رو نکنید مثلا، یا کسی که این عمل رو نکند برایش خیر. این گونه اگر جمله ها و این گونه تشویق ها و ترغیب ها اگر آمده باشد، یعنی از این معلوم می شود که این ممانعت سبکتر هست. اما اگر وعیدی بهت شدید، ممانعتی بهت سخت اگر به خلاف عمل یا کاری یا چیزی اگر بیاید و صادر شود از پیامبر صلی الله علیه و سلم، و این چنین یعنی مثال وعید شدید چی است؟ مثلا وقتی پیامبر صلی الله علیه و سلم میگوید که کسی که این گونه کار رو بکنه جایش جهنم هست یا راهش دوزخ هست، یا کسی که این گونه کار رو بکنه از ما نیست یا از راه ما نیست، این گونه جمله ها وعیدها و ممانعت های بهت سخت حساب می شود. یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم از یک عمل یا کاری یا چیزی بهت با شدت با سختی منع کرده هست. پس این گونه عمل ها رو اجرا کردن یعنی بعضا حتی حرام گفته می شود و بعضا مکروه تحریمی. خب این باز هم به اصول و به فقه داخل می شود، به اصول الفقه داخل می شود. یعنی کراهتی که ممانعتی که به از نگاه منع شدن برابر هست به حرمت و حرام بودن، تنها از سببی که بین قوت دلیل این دو چیز فرق هست. یک تاش رو ما مثلا حرام میگوییم و یک تاش رو ما چی میگویم؟ مکروه تحریمی. بعضا یگان ممانعت اگر در حدیثی بیاید، از نگاه حدیثی اگر کمی یعنی سوال باشد یا کمی کلام باشد در سند همون حدیث یا در ثابت بودن آن حدیث اگر کلام و سخن باشد و شک وجود داشته باشد، عموما ما از این گونه دلیل مکروه تحریمی ثابت کرده میتوانیم. اما اگر مثلا بگیرید آیت قرآن باشد و در آیت قرآن به خلاف چیز منع باشد یا وعید باشد، پس در این حالت ما چون که دلیل ما آیت قرآن هست و هیچ شکی در آیت قرآن و ثابت بودن آن آیت قرآن نیست، از این جهت ما میتوانیم که از این دلیل حکمی حرمت رو یعنی حرام بودن رو ثابت کنیم. این گونه یعنی تفصیلات وجود دارد برای فهمیدن چون و چرای این اصطلاحات. اما برای حالا شما اینقدر بفهمید که وقتی که ممانعتی سبکتر باشد این رو مکروه تنزیهی گفته می شود، و اگر ممانعت و وعیدی قویتر و شدیدتر باشد این رو مکروه تحریمی گفته می شود. پس میگوید الاول كصوم عاشوراء مفردا عن التاسع، یکم نوی روزه‌ای که مکروه حساب می شود، مکروه تنزیهی، این به مانندی تنها گرفتن روزی عاشورا به همراه کردن روزی نهم محرم. خب کراهت دارد. خب این است مثال برای مکروه تنزیهی. کمی توضیح برای صوم عاشورا. چطوری که به شما معلوم هست، من الان که گفتم که پیامبر صلی الله علیه و سلم در یک حدیثی می آید، در حدیث مسلم صحیح مسلم 1134 حدیث، لئن بقیت الی قابل لاصومن التاسع، پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند اگر تا سال آینده زنده مانم حتما روز نهم را نیز روزه میگیرم، یعنی با روز عاشورا همراه میکنم، چون که به پیامبر صلی الله علیه و سلم خبر داده شد که این یعنی چی هست، یهودی ها هم در این روز روزه میگیرند. پس برای آن که با آنها مخالفت کند پیامبر صلی الله علیه و سلم این گونه تصمیم گرفتند. اما پیامبر صلی الله علیه و سلم زنده نماندند تا آینده سالی که بتوانند نهم روز را همراه کنند، فوت کردند پیش از آن. خب از این سبب من برای شما فهمیدم که اختلاف هست، بعضی ها سنت میگویند، بعضی ها میگویند که نه پیامبر صلی الله علیه و سلم عمل نکردن پس این سنت است، مندوب هست. به هر حال اگر کسی تنها روز عاشورا رو بگیرد، یعنی تصمیم بگیرد که تنها روز عاشورا، علما میگویند که این کراهت دارد. اگر نخواست مثلا کسی تنها روز عاشورا رو بگیرد، پس در این حالت کراهت ندارد، چون که نخواست شد، یعنی قصدن اگر نکرده بود، مثلا نیت داشت که من روزی نهم رو میگیرم روزه و سپس روزی دهم رو هم میگیرم. و بعضی ها حتی علما میگویند که اگر کسی روزی نهم رو گرفته نتوانست، روزی دهم و 11 رو بگیرد تا اینکه مخالفت شود، چون که پیامبر صلی الله علیه و سلم یعنی علتی نیت کردن پیامبر صلی الله علیه و سلم برای روزه گرفتن روزی نهم عاشورا برای این بود که با کفار چی کند؟ مخالفت کند، با اهل کتاب مخالفت کند، یعنی با آنها همراه نشود و یک خل نباشد، خود را جدا کند. ما 2 روز گرفتیم، آنها 1 روز.
برای همین اگر کسی علما میگویند که روزی نهم نگرفت اقلا روزی 10 یا 11 را بگیرد. پس اگر مثلا کسی نیت کرد که من روزی 10 و 11 روزه میگیرم، روزی نهم نمیتوانم، یا اینکه در حالتی حیض مثلا نفاس قرار داشته باشد، اگر روزی 10 رو مثلا روزه بگیرد و سپس روزی 11 نیت کرده بود که من روزه میگیرم اما بیمار شود مثلا، یا اینکه همین خیلی میتوانیم در مورد این بگوییم که روزی نهم خواست که روزه بگیرد اما بیمار شد، یا اینکه پاک نبود، در حالتی حیض بود مثلا و تنها فرصت یافت برای روزه گرفتن روزی 10، یعنی خود روز عاشورا، در این حالت یعنی برایش مکروه نمی باشه چون که قصدن نکرد، نتوانست. خب و الثاني يوم العيدين و ایام التشریق، و دوم یعنی نوع دوم مکروه تحریمی برای این مثال آورده است روزه گرفتنی هر دوی عید، روزه گرفتنی هر دوی عید، هم روزی عید الفطر یعنی عید رمضان و هم روزی عید الاضحى یعنی عید قربان. خب این شد 2 روز، و ایام التشریق و روزهای تشریق. خب یعنی که کلاً 5 روز شد که باید در آن روزها روزه گرفتن نشود، حرمت دارد، مکروه تحریمی هست. دیدن این شد صوم العیدین، یعنی 2 روزهای عید، یعنی عید 1 روز می باشد، اصلا عید 1 بار می باشد، 1 روز می باشد، 1 روزی عید الفطر و 1 روزی عید الاضحى. بعضی ها در غلط فهمی هستن، مخصوصا مردمان ما، که عید 3 روز هست، اما در اصل بله می توانید که مثلا به خانه فلان و فلان کس روید 1 روز اگر بس نکند، اما اصلا عید تا جایی که حکم اسلامی می باشد عید 1 روز هست، 1 روز برای عید الفطر و 1 روز برای عید الاضحى. تنها برای عید قربان پس از روز عید 3 روز روزهای تشریق حساب می شوند که اگر این رو به نظر بگیرید اصلا در اصل عید قربان 4 روز حساب می شود، نه اینکه 3 روز. فهمیدید؟ نه این طرف است نه اون طرف. یعنی عید الفطر تنها 1 روز، یکم شوال عید فطر حساب می شود، سپس بعد از آن روزه گرفتن و غیره اجازت هست، و تا جایی که عید قربان می باشد 10 ذوالحجه و سپس 3 روزی روزهای تشریق حساب می شود، 11 12 و 13 ذوالحجه روزهای تشریق، یعنی 4 روز روزهای خوردن و نوشیدن و شادی کردن هست. فهمیدین؟ این شد کلاً 5 روز که در آنها روزه گرفتن مکروه تحریمی هست. بعد از این روزها اگر کسی خواهد که روزهای قضایی و غیره بگیرد میتواند که بگیرد. خب اکنون ادامه میدیم، چون که برای روزهای تشریق حدیث هست در صحیح مسلم 1141 حدیث: ایام التشریق ایام اکل و شرب. خب روزهای تشریق روزهای خوردن و نوشیدن هست، و دیگر لفظها هم آمده هست در احادیث. سپس میگوید و کره افراد یوم الجمعه، و مکروه هست تنها روزه گرفتنی روز جمعه، و افراد یوم السبت، و تنها روزه گرفتنی روزی شنبه، و یوم النیروز و المهرجان، و این چنین در روز نوروز یا مهرجان تنها در یکی از این روزها روزه گرفتن، الا ان یوافق عادته، مگر اینکه اگر تصادفاً با عادت روزه‌گیریش موافق بیاید. خب یعنی چی؟ اگر کسی عادتاً مثلا 1 روز روزه میگیرد و 1 روز افطار میکند، یا 1 روز روزه میگیرد 3 روز افطار میکند، یا عادتاً دوشنبه و پنجشنبه روزه میگیرد، سپس تصادفاً چی میشود؟ روز جمعه یا روز شنبه یا اینکه نوروز یا مهرجان با عادت او تصادفاً موافق می آید، در این حالت باکی نیست. اما مخصوص جدا کردن این روزها به یگان خیلی سبب شرعی مکروه است. خب البته برای تمام این روزها دلیل های وجود دارد، مثلا در مورد روز جمعه را مخصوص کردن پیامبر صلی الله علیه و آله می فرماید، حدیث متفق علیه: لا یصومن احدکم یوم الجمعه، هیچ یک از شما روز جمعه را
روزه نگیرد مگر که الا ان یصوم یوما قبله او یوما بعده، مگر اینکه یک روز پیش یا یک روز بعد از آن را نیز روزه گیرد. خب در صحیح البخاری 1985، صحیح مسلم 1144. خب این رقم حدیث است به شما گفتم. و البته نوروز و مهرجان که هست به خلاف این جشنها و عید آمده است از پیامبر صلی الله علیه و سلم. خب گرچندی که این جشنهای مردمی فارس بود حتی در وقت پیامبر صلی الله علیه و سلم، اما چون که این در زردشتی و در این گونه یعنی چه فهمونیم در این گونه جشنهایی که به خلاف اسلام هست رابطه دارد و به خلاف آنها پیامبر صلی الله علیه و سلم وعید و مانعت ذکر کرده هست، در این روزها را خاص کردن و مخصوص این روزها و یا دیگر روزهایی که جشنی غیر اسلامی در آن روز جشن گرفته می شود، مثلا یعنی کریسمس هست و دیگر جشن ها هست از هندوها و از خریستانا و از یهودی ها و غیره و غیره. بعضا در همان ملک وقتی که مردم زندگی میکنند همان جشن ها را زیادتر میبینند و میشنوند و بعضی وقت به آنها عمل میکنند. و چون که یعنی مذهب حنفی در بین مردم فارس زیادتر و در آسیای میانه و در یعنی افغانستان و تاجیکستان و این جزیره ها و این دولت ها پهن شدگی هست، امام شرنبولاری نیز برای مردم ما این جشن ها رو ذکر کرده هست که مخصوص این جشن ها این روزها یا مخصوص دیگر جشن ها و دیگر، مثلا برای چی روز نوروز و مهرجان رو ذکر میکنند؟ برای آن که در آسیای میانه و در افغانستان و در این دولت ها اکثرا در این ملک های دنیا مذهب حنفی پهن شدگی هست. پس برای مردم فارس و فارس زبان این دوتا آشنا و معلوم می باشد. این جشن ها و عید های مردم فارس هست. پس از این سبب برای آن که پیامبر صلی الله علیه و سلم ممانعت کرده هست و منع کرده هست از جشن گرفتن این جشن ها و این عیدها، برای همین امام شرنبولاری به ما میگوید که برای جشن های غیر اسلامی روزه گرفتن هم مکروه است. آن روزها رو خاص کردن، اکنون چی نوروز باشد، چی کریسمس باشد، چی دیگر مثلا دیوالی و دیگر جشن های دیگر مذهب ها و دیگر دین ها باشد، هندوها و غیره، آنها هم جشن ها دارند. اگر یک مسلمان برای این روزها شده روزه بگیرد، البته کراهت دارد و حتی میتواند که به یعنی این به کفر یا به گناه بکشد. الا ان یوافق عادته. البته من گفتم که در اینجا توضیح میارد که مگر اینکه اگر به عادت او تصادفاً موافق شود. مثلا اگر کسی بخواهد روزی دوشنبه و پنجشنبه روزه بگیرد و در دوشنبه آینده کریسمس باشد یا نوروز باشد، فرق نمیکند، روزه‌اش رو گرفتن گیرد، چون که او برای این روزها روزه نگرفته است، تصادفاً موافق شده است. خب و این چونین اصلا خب و کره صوم الوصال ولو یومین. و بعدا میگوید که و صوم وصال یعنی که همیشه روزه گرفتن، هر روز روزه گرفتن، پیوسته روزه گرفتن، حتی برای 2 روز هم باشد، یعنی 2 روز روزه بگیری خب 1 روز ترک، 2 روز روزه بگیری 1 روز ترک. و هو الا یفطر بعد الغروب اصلا حتى يتصل يوم الغد بالامس. خب این در اینجا دیگر خیلی میفهماند. میگوید در اینجا اول صوم چی میگوید؟ صوم الوصال رو میفهماند، بعد صوم الدهر. دیدن صوم الوصال میگوید که مکروه هست، یعنی که اگر کسی 2 روز پای در پای به افطار روزه بگیرد این کراهت دارد. البته صوم الوصال آن روزه رو گفتم می شود که انسان به افطار روزه گرفتن گیرد، چند روزی هم باشد، 2 روز یا اکثر، 2 روز یا بیشتر، 2 روز 3 روز 1 هفته به یگان خیل صبحانه، به یگان خیل افطار. این رو صوم الوصال گفته می شود که این منع هست، این اجازت نیست.
به افطار و به صبحانه، به سحور. حتی میگوید امام شرمبولانی اگر 2 روز هم باشد و اینجا میفهماند و هو الا یفطر بعد الغروب اصلا، و این آن روزه رو گفته می شود که بعد از غروب آفتاب اصلا یگان خیلی افطار نکند. حتی یتصل یوم الغد بالامسی، این گونه ای که یعنی روز قبلی، یعنی امسی یعنی روز قبلی به روز بعدی متصل شود، پیوسته شود. و این چنین میگوید که و این چنین مکروه است صوم الدهر، روزه دهر. و روزه دهر این است که انسان در اینجا خب و روزه دهر نیز مکروه است و یعنی هر روز روزه گرفتن. صوم الدهر هر روز روزه گرفتن با افطار یا با سحور در مابینش. خب یعنی به یگان خیل ترک در مابین، همیشه روزه گرفتن اما سحور و افطار و البته خوردن، این از صوم الوصال فرق میکند. صوم الوصال همیشه روزه گرفتن به یگان خیل افطار، و صوم الدهر با افطار اما هر روز روزه گرفتن. چون که پیامبر صلی الله علیه و آله با ما تعلیم داده است که بهترین روزه از همه زیاد روزه‌ای که انسان میتواند بگیرد این روزه داوود علیه السلام هست که یک روز روزه گرفتن، یک روز وقفه کردن و افطار کردن یعنی خوردن و سپس روز بعدی روزه گرفتن. اما ما نیز باید به خود این تعلیم رو بگیریم که از همه روزه بهترین چی هست؟ آن روزها رو روزه گرفتن که پیامبر صلی الله علیه و سلم روزه گرفتن. چون که پیامبر صلی الله علیه و سلم برای ما چی هست؟ برای ما اسوه حسنه هست، مثالی بهترین، از همه مثالی اعلاترین هست، بهترین هست. پس ما باید کوشش کنیم که با پیامبر صلی الله علیه و سلم مانندی کنیم و پیروی کنیم. پس روزهایی که پیامبر صلی الله علیه و سلم روزه میگرفتن آن روزها رو پیروی کنیم. و اگر یعنی ما ضعیف هستیم یا نمیتوانیم یا بیمار هستیم یا یعنی زنی شیرده هستیم یا مثلا حامله هستیم و غیره، پس با خود باید جبر و ظلم نکنیم. خب در همین جا انشاءالله درس رو میگذاریم و انشاءالله از این فصل در درسی آینده ادامه میدهیم. سبحان الله و بحمده، سبحانك اللهم و بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك و نتوب الیک.